دوستان ما امروز چهارراه ملک اصغر آمدیم. امروز دیدن چهارراه آمدیم. بله. چطور از چهارراه را مقبول جور کردن؟ بسیار خوب مقبول جور کردن. خوش شدیم بسیار زیاد. واقعا فعالیت های ریاست شهرولی کابل در این اواخر بسیار زیاد تصور دارد. روی به ترقی وطن ما دیگه ان شاء الله اطمینان الحمدلله مردم امیدیم که وطن ما روی به ترقی ان شاء الله. والا با دیدن وطن ما آمدیم چهارراه رو خوب مقبول جور کردن. میبینیم زحمت زیاد میکشن. خوشایند هستیم. بنابراین خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر. خدا کنه خوب و صحتمند و سرحال باشید. به یکی دیگر از برنامه هدف میدیا با من امید بکتاش خوش آمدید. دوستان ما امروز چهارراه ملک اصغر آمدیم و این چهارراه یک مدت بود که زیر بازسازی بود و امروز خوشبختانه که چهارراه را افتتاح کردن و یک تعداد زیاد از هموطنان عزیز ما آمدن خوشحال هستن از اینکه دیدن چهارراه قدر مقبول جور شده و از اینجا عکس میگیرن، عکسای یادگاری میگیرن. و هم امروز خواستیم بیایم اینجا نظریاتشان را بشنویم در مورد از اینکه چطور از دیزاین چهارراه را مقبول دیزاین کردن یا خیر و همچنین این چهارراه را برای شما به نمایش بگذاریم. ما را کنیم دوستان. سلام علیکم. خوب و علیکم سلام. خوب هستی؟ بخیر بیاد. تشکر. سلامت باشی. بخیر باشی. زنده باشی. میشه نامت اول بر ما بگویی؟ نام ما مولوی محمد ادریس شعایب. خب بسیار خوب مولوی صاحب. امروز دیدن چهارراه آمدیم. بله. چطور از چهارراه را مقبول جور کردن؟ بسیار خوب مقبول جور کردن. خوش شدیم بسیار زیاد. از کجا آمدی خدا؟ ما در وزارت معارف هستیم. امیر همینجا هست دیگه. از اینجا هستم و امیر خدمات غذایی هستیم. در اینجا وظیفه انجام میدیم. شب و روز اینمی وزارت می باشیم. خب بسیار خوب. عکس یادگاری هم امروز چهارراه گرفتی؟ تابالی نگرفتیم، مالی میگیریم. تصمیم داری بگیری؟ تصمیم دارم. بخاطر از اینکه خب دیدیم اما یک لبخند بسیار مقبول در چهرهت بود. حتما به خاطر دیدن چهارراه آمدی و خوش شدی بسیار زیاد از چهارراه. زنده باشی، خیر ببینید. بخیر باشید. نظرتون چی از در مورد چهارراه؟ چطور است مقبول جورش کردن یا نه؟ بخی الحمدلله بسیار خوب جور کرده. خداوند کنه که کل افغانستان اینم تر جور شوه. ما خوش میتیم و او وقتا که اینجا نبودیم دکو بودیم دیگه او وقتم خوش بودیم، مالیم خوش هستیم الحمدلله که افغانستان جور شو بسیار خوش میباشیم. کدامش زیاد خوش بودین؟ دکو بودین یا اینجا میاین یا وادی ها رو میبینین چهارراه مقبول نمیبینین ایول منزلای مقبول نمیبینین؟ کدامش خوش هستین اینجا؟ الحمدلله در دو وقت ما خوش بودیم. کدامش زیادتر؟ یک دانه شاید یک ذره زیاد شیرینی کنه در دلت دیگه نه؟ حالم خوش هستیم بسیار زیاد خوش هستیم که افغانستان آزاد است الحمدلله و این چهارراه رو میبینیم دیگه آزاد میگردیم. اینم بسیار کلام بیشتر طرفدار نیمی آبادی و بازسازی اینا هستین وقتی میبینین زیاد خوشحال میشین. بله. بسیار تشکر. همیشه ما با چی بودیم که این رقم در افغانستان آزاد بگردیم و افغانستان رو ببینیم که مقبول باشه. بخیر باشین، سلامت باشین. با امید از اینکه به تمام آرزوهایتان برسید. بخیر باشین. تشکر. سلامت باشین. سلام، خوب هستی؟ و علیکم السلام. باشی دوست ما میگه اصلا بود. خودت هم دیدن همین چهارراه آمدی؟ بله. چطور است مقبول جورش کردن؟ مقبول جور شده ماشاءالله. عکس هم گرفتی امروز یا نه؟ نه حال نه اومدیم. کسی کدام دوست یاد برات زنگ زد گفت چهارراه رفت تا کردن یا خودت تیر میشیدی دیدی؟ ما در ریاست کابل هستم. همین تو تیر میشدم یک دفعه دیدیم بیرق بود. باز آمدیم دلی. از کجا همین چهارراه بسیار زیاد خوشت آمد؟ از کدام دکورش؟ از کل چیز دیگه. یک دانش خوشا زیاد دلت برده باشه، مثلا لایتاش، فراره هواش، کدامش زیاد دلت برده؟ کل دیگه بیرق خوشم آمد دیگه. در کل بیرق خوشت آمد اون بالاش. تشکر. سلامت باشی. باش خوش بخیر. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین. شما خوب هستین؟ تشکر. سلامت باشین. میشه اول نامت بگویید؟ نام من محمد زکریا هوتک. محمد زکریا جان، چه وقت آمدی به دیدن چهارراه؟ تقریبا یک نیم ساعت پیشتر از امیرات تیر می شدم که آمدم گفتم باش اینجا بیروبار است. مردم فکر میکنن نو افتتاح شده. مردم بسیار زیاد خوش هستن دیگه. بله. وقتی آمدی خودت نمی چهارراه رو دیدی قدر مقبول جور شده، چی احساس کردی؟ میشه احساس والا من بسیار زیاد خوش میشم هر روز که یک چهارراهی که نو جور میشه. واقعا فعالیت های ریاست شهرولی کابل در این اواخر بسیار زیاد تصور دارد. خوشبختانه در اکثریت جاها را میبینی چهارراهی نو جور میشه. مردم بسیار زیاد خوش است و ما هم همچنان خوش است.
دیکورش باز چطور خوشت آمد از دیکور از اینجا؟ واقعیت از دیگه طبعا ریاست شهروالی هر چاره‌ای را که با موضوعاتش و موضوعاتش در نظر میگیرن یک دیزاین میته برشان. طبعا دیگه شهروالی کابل یک دیزاینی را ایجاد داده هست، طبعا یک نمای بسیار مقبول. از کجاش زیاد خوشت آمد؟ واقعا دیگه تمام نما که هست بسیار مقبول زیبا هست، برای مردم بسیار خوشایند است، مردم بسیار خوش است. ما هم بسیار زیاد خوشم آمدید چاره‌ای. تشکر، سلامت باش. اگر پیام حرف گفتنی داشته باشین برای دوستا کاملا دکتر. تشکر، سلامت باشین. از شما از همه دوستا و بیننده های شما خوش شدم که سلامت باشین. تشکر زیاد. سلامت باشین. واقعا دوستای چاره‌ای را بسیار مقبول ساختن و یگانه چیزی که بسیار مرا خوش آمد نصب فواره آب است در اینجا که واقعا دانسته که زیبایی چاره‌ای را دشن بسازه. بریم با دوستایی که اینجا هستن صحبت‌های داشته باشیم، نظر از اینا را بپرسیم در مورد این چاره‌ای. سلام، خوب هستین؟ شما خوب از جور هستین؟ علیکم. تشکر، سلامت باشی. میشه اول نام مقبول تا فرشید هستم. فرشید جان، از کجا آمدی؟ ما از آمریکا آمدیم. از امریکا آمدی؟ امروز؟ 1-4 روز میشه. خب ما گفتم خیلی بخاطر دیدن همی چاره‌ای از امریکا آمدی خدا. والا با دیدن وطن ما آمدیم و چاره‌ها رو خب مقبول جور کردن، میبینیم زحمت زیاد میکشن، خوشایند هستیم. چقدر وقت میشه که امریکا هستی خودت زندگی میکنی؟ 9 سال شد. 9 سال شد. خیلی زیاد وقت اونجا سپری کردی. زیاد باشه. کدامش باز زندگی در کجا لذت بخش است؟ والا زندگی در بین وطندار افغانستان لذت بخش است. وقتی آمدی وطن بعد از 9 سال بعد خودت وطن آمدی یا قبلا هم آمده؟ نه بعد از 9 سال. بعد از 9 سال بعد آمدی. چقدر تغییرات خودت احساس کردی در وطن کابل؟ والا تغییرات زیاد احساس میکنم. اگر از میدان هوایی شروع کنم، برای بسیار پاک، منظم، بسیار یک نظم خوب دیدیم میدان هوایی و دیگه باور که هر طرفی که میرم فقط سرکسازی، آبادی است، کانستراکشن است، همه سرکات در کار کردن است. انشالله که 1-2 سال بعد دیگه خوبتر میشه. وقتی آمد دیدی اینقدر وطن تغییر کرده، اینقدر آبادی شده، بازسازی شده، چی احساس کردی خودت ابو؟ والا پرسانه که بسیار احساس خوب داره. هیچ نمیشه که بیان کنم برات. فکر که یک لایت در خانه اضافه میکنی، نه چقدر احساس خوشی میکنی. یک دیکور اگر وطن یک دیکور اضافه میشه و یک چاره‌ای جور میشه، سرک جور میشه، فکر که 100 برابر از احساس خوشی میکنی. بله واقعا. چی تصمیم داری؟ حالا که وطن آمدی همیشه میمونی زندگی میکنی یا پس تصمیم فرار داری؟ والا از ما خو نه حساب فرار نیست و جا کاربار از خود داریم و تصمیم دارم که هر سال بخیر یک چکر بیایم. یعنی وقت آمد این قدر آبادی و بازسازی دیدی علاقمند دیدی شدی باید وطن را بیای، تصمیم نداری بیای بر همیشه همینجا زندگی بکنی؟ والا خو گفتم بعضی کاراست که ما همون طرف هست، همین طرف هست، همین که رفت آمد داشته باشیم، همین فکر کنم که همیشه زندگی کنیم. بله واقعا. میشه حالا پیامت، حرف گفتنیت را بر دوستای خودت میبینه بگویی؟ والا دوستای عزیز، کسایی که میگفتن نرین افغانستان آرامی است، جان در خطر است، چیز شما کاملا اشتباه میگفتین. باور کنین از میدان هوایی تقریبا 4 روزی که میشم هر طرف میرم، بسیار احترام میبینم، بسیار مردمای خوب، یعنی که بسیار تفاوت‌ها را میبینم، بسیار تفاوت‌ها را میبینم. شما کلا اشتباه میگفتین، کسایی که آمده نیست بسیار راحت در دل جمع بیاین، هیچ کدام گپ نیست. یعنی شما وقتی در امریکا بودین افغانستان را برای شما یک چیز دیگه معرفی کرده بودن؟ والا یک قدیما که میگفتن بابا و نه و نمون قسم یک چیز برای ما معرفی میکردن. حالی که اومدیم والا میبینیم بسیار مردم احترام، یعنی که در داخل سکیوریتی اگر میدانه بگویی، نظمشه بگویی، دیگه داخل شهر نظمشه، بسیار تفاوت کرده، یعنی بسیار احساس خوشی میکنه. بخیر سلامت باشیم. ما خوش شدیم که آمدین دیدین وطن را و دیگه امید از این پیدا کردین که همیشه وقت بیاین به وطن و دیگه حراس و ترس ندارین از وطن. نه هیچ احساس ترس چیزا نیست. تشکر از خودتان و از همکاراتان، زحمت میکشین تا جایی که بازسازی میشه بر مردم نشان میدین. تشکر خیلی زیاد از شما، زحمت کردین. بخیر سلامت باشین. وقت خوب خوش براتون. وقت خوش بر شما.
سلام خوب هستین؟ علیکم السلام خوش الله بخیر. تشکر سلامت. نام مقبول چیه رفیق؟ میشه نام تو؟ نام عبیدالله سیرت. عبیدالله جان چی میکنی اینجا؟ حالا اومدیم گفتیم باز چاره یک دیدن کنیم. چطور از چارایی به نظرت مقبول شد؟ الحمدلله فضل خدا سینه روی به ترقی وطن ما دیگه ان شاء الله اطمینان الحمدلله مردم ما میدیم که وطن ما روی به ترقی ان شاء الله ما شما به ترقی و طرف ترقی روان هستیم ان شاء الله. این حالت بحران خلاص میشه اقتصادی هم ان شاء الله که سر پای خود وطن ما استاد میشه. مثل امروز که رقم چاره مقبول جور شده ان شاء الله روز وطن افغانستان ما گل گلزار میشه. ادامه اگر داشته باشه ان شاء الله که روزی برسه که تمام چاره‌های ما مقدر مقبول شه وطن ما مقدر ان شاء الله روز میرسه بخیر با امید پروردگار که روز میرسه که امروز چاره‌ای ما به رقم حال افغانستان ما ان شاء الله میرقم با این رقم حال که با الحمدلله جنگ هم نیست الحمدلله در حالت صلح آمیز هستیم هیچ جنگ و چیزی نیست الحمدلله افغانستان ما نمیرقم جور میشه الحمدلله. بخیر باشین. تنها آمدین یا با دوستای؟ نه با دوستای خودم اومدیم. عکس هم گرفتیم؟ عکس گرفتیم. باز عکس‌ها را که میگیری پیش خود یادگار نگاه میکنی یا با دوستای دیگه هم روان میکنی؟ نه با دوستای دیگه خود روانه که بیان سعی کنن که ان شاء الله وطن ما روی و ترقی دیگه وطن ما جور میشه دیگه. بیان عکس یک افتخار از بابا نشان بدیم ببینید چقدر مقبول. ما افتخار میکنیم که وطن ما الحمدلله ترقی کرده. یک ترقی کرد که امروز به این سطح رسیدیم که نه ما را تا وقتی که به رسمیت نمیشناسه. تا این سطح رسیدیم. واقعا کجای بیچاره بسیار کدام دیکورش کدام طراحیش بسیار خوشتون آمد شما؟ بسیار کلش خوبش است. آبش که بیخی خوبش است. هوایش هم بسیار خوبش است. گروپاش کل چاره دیگه. نه واقعا از وقتی که اینجا را سرسبز ساختن این دیکور نو دادن براش یک هوای بسیار خوب هم خود گرفت. سرسبزی خو الحمدلله به خاطر یک درخت که از به خاطر یک نفر ما اکسیژن میده. سرسبزی به وطن ما به همگی میگم از طریق کامل شما که یک نهال آباد هر کس غرض کنه بشانه به خاطر که هر کسی یک نهال بشانه وطن ما شما گل گلزار میشه. هوای آلودش گم میشه. وطن ما جور میشه. به خاطر که بخیر بسیار هوای پاکتر است. بخیر و سلامت باشید. امیدوار هستم بیشتر لذت ببرید از دیدن. بخیر باش قربان برم. سلام خوب هستین؟ و علیک سلام رحمت الله برادر خوب هستین؟ تشکر سلامت. اول میشه نامت بر دوستای ما بگید. نفهمید. میشه که نامت بر ما بگید. نام آقا محمد شیخ الاسلامی. بسیار خوب آقا محمد جان. امروز آمدید دیگه چاره‌ای رو ببینید. امروز آمدیم چهارراه جمع چهارراهی را ببینیم تفریح بکنیم بسیار خوب جاست. آمدیم بسیار مردم شلوغ پلوغ است مردم آمده به تماشای چهارراهی که یک چهارراهی را یک نگاه بکنیم یک تماشا بکنیم از چهارراهی لذت ببریم. بیشتر دیدم همراه دوستات اینجا عکس دست جمعی هم گرفتی نه؟ بله. وزیرم می خیروان میکنی برای فامیل نبگی که ببینید چقدر مقبول جو شده چهارراهی. بله. وقتی آمدی چهارراهی را قدر مقبول دیدی چی احساس کردی خودت؟ احساس دیگه احساسی که نداشتم احساس ما تنهایی بود که احساس خوب داشتیم دیگه. احساس از این کردیم که وطن دیگه رو به آبادی هست و آباد میشه. آباد میشه بخیر. از کجای دیکور از این بسیار خوشت آمد؟ از کل چیزش خوشم آمد. از کل چیزش؟ کل چیزش. بخیر سلامت باشی میشه اینال خودت هم گشت بزنی و بیشتر لذت ببری از فضای عزیز. تشکر بدارم. بخیر باشین سلامت. خب دوستای عزیز میبینیم که جاتر دیکور از این را دوستای ما خوش کردن بسیار خوششان آمد. مرا واقعا این فرارای بسیار مرا دل مرا برد دیگه. خب دوستای عزیزی بود برنامه امروز ما. امیدوارم که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. شما هم میتونین بیاین اینجا از این چهارراهی دیدن بکنین و عکس‌های یادگاری بگیرید. چنل یوتیوب هدف میدیا رو سابسکرایب بکنین و پیشنهادات و نظریاتتان را هم پای کامنت با ما بنویسید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار.